امروز در مورد تمیز کردن اکسپلورر، اینترنت اکسپلورر میخوایم صحبت کنیم. و بعضی موقع میشه که شما میبینید اینترنت اکسپلورر شما خیلی یواش کار میکنه، سرعتش خیلی اومده پایین که باعث میشه شما نتونید خوب تو اینترنت سرچ کنید. برای اینکه بتونید این اکسپلورر رو تمیز کنید، با اکسپلورر وارد میشیم و در گزینه تولز، بالا در گزینه تولز اینترنت آپشن رو کلیک میکنیم. اولین کاری که انجام میدیم کوکی های ویندوز اکسپلورر رو پاک میکنیم. در این قسمت شما چهار تا گزینه اول رو یا سه تا رو میتونید تیک بزنید که خیلی مهم است، و بقیه رو حالا با این گزینه آخر رو. و اینجا هیستوریتون رو میتونید نگه دارید و پسورد هایی که اکسپلورر سیو کردین، ولی این سعی کنید چهار تا گزینه حتما تیک خورده باشه. و روی دکمه دیلیت میزنین و شروع میکنه به کار کردن. این امکان داره یکم به کامپیوترهای مختلف و قدرت‌های مختلف که کامپیوتر شما داره امکان داره زمان زیادتری طول بکشه، ولی در هر حال اینجا برای من تموم شد. و شما در قسمت ادوانس میتونید گزینه ریست رو اینجا دکمه ریست کلیک کنین و در اینجا میتونین پرسونال ستینگ های خودتون رو دیلیت کنین که برای امنیت خودتون هست که بهتر است که این کار رو انجام بدین. اگر اینترنت اکسپلورر شما هم یواش کار میکنه، این کار باعث میشه اکسپلورر شما سریعتر ران بشه. بعد روی ریست دوباره کلیک میکنیم و این کل ستینگ های اکسپلورر رو پاک میکنه و همه چیز رو به دفالت، یعنی به روز اول برمیگردونه. امیدوارم که با این کار اینترنت اکسپلورر شما سریعتر کار کنه. ممنون.